ما فکر میکنم که چنانچه که در سال 1956 در جنگ کانال سوئیس فرانسه و انگلستان که وقت انگلستان قدرت بزرگ جهانی بود به اصطلاح شکست خورد و سرافکنده شد و بالاخره دخالت امریکا انگلیس قدرت جهانیش حذف کرد. امروز از سال 2000 به این طرف با حذف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی باعث یک نیروی جهانی حذف از جهان و تجزیه کشورهای سوسیالیستی و وابسته شدن اکثر از آنها به ایالات متحده امریکا باعث یک قدرت یا ژاندارم جهانی از اندام کرده بود. ما فکر میکنم که در این جنگ تمام امکانات از آنها تضعیف شده. شما فکر کنید که در مدت بسیار کوتاه تلفات بسیار عظیمی که داده شده. خود آقای ترامپ اعلان کرد که کشتی جرال فورد رای چنان خسامان شده از 17 بخش از او حمله کردن. حال نه جنگ کشتی های نظامی نقش داره، نه راکت های امریکا، نه طیاره بی 52، نه طیاره F-35، نه طیاره F-16 رادارگریز. چرا فعلا چین اعلان کرد که راهگیری های طیاره F-35 F-16 که رادارگریز است کشف کرده، آواز اونا رو میگیره و چنان که دو طیاره از اونا سقوط کرده. تقریبا این جنگ قدرت جهانی ایالات متحده آمریکا را به طرف صفر میبره. یک کشور کوچک مثل ایران تانست که دو قدرت بزرگ امریکا جمع کشور عربی، 7 کشور عربی جمع اسرائیل به شکست مواجه بسازه و هنوز با اصطلاح پابندی است، استوار است و با استواری خود علیه امریکا و اسرائیل می جنگه و علیه 7 کشور عربی می جنگه. پایگاه ایالات متحده آمریکا را در سلطان زد، در اوج طیاره 51 آواکس از میلیاردها دلار قیمت داره خسارتمند ساخت با 5 طیاره دیگه. به انگار است که جنگ دیگه از هویت مستقل و ژاندارمری امریکا بیرون میشه و بدون شک موجب خواهد شد که امریکا دیگه باعث قدرت جهانی نباشه. شاید ملل متحد شورای امنیت تغییر بخوره، شاید تغییر در جهان به میان بیاد، شاید ایران باعث یک کشوری که تانستن سر پای خود روز نگهداری استوار شود به جهان تثبیت کنه که دیگه وابستگی به امریکا چندان نیست و موقعیت جهانی ایالات متحده آمریکا. خود ترامپ اعلان کرد که ناتو دیگه به درد ما نمیخوره. یعنی ناتو و اتحادیه به اصطلاح بزرگی که به نفع ایالات متحده آمریکا به نام ناتو بود، او در حال شکست است. قدرت امریکا در حال شکست است و قدرت سلطانگری و به اصطلاح هژمونی کشور ایالات متحده آمریکا در جهان در حال سقوط و شکست است. این به انگار است که ما به یک جهان دیگه بعد از این جنگ امیدوار هستم به مسالمت آمیز به توافق برسن، توقف کنه جهان به طرف یک جهان جدید خواهد رفت. کشورهای عربی دیگه درک کردن که تمام آنچه که به نام دافع هوا در منطقه به خاطر حفظ به اصطلاح امنیت از این کشورها وضع شده بود. 13 پایگاه اینا هیچ کدامش به کشورهای عربی نبودن، بلکه اینا برای دفاع از اسرائیل بودن. راکتایی که به طرف اسرائیل صرف میشه اونا رو میزدن، نه راکت‌ها و درون هایی که به طرف خود از کشور من. من فکر میکنم کشورهای عربی همونطور که آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که کشورهای عربی باید درک کنن که ایالات متحده آمریکا دیگه به درد از اونا نمیخوره، باید متکی به خود شون و با اتکا به خود به اصطلاح اتحاد واحد عربی ایجاد کنن و چنانه که ما شورای به نام شورای کشورهای عربی داریم او واقعا هیچ هویت نداره، تضعیف شده و همین صحبت‌های آخری که اعراب بهتر از خدا و بهتر از مکه با گپ که جناب یحیی ذکریا دانشمند گفته به امریکا و ترامپ میاندیشن، این واقعا شرم‌آورترین مسئله است. من فکر می‌کنم کشورهای عربی هم تحولات داری کشورها بیاید یا تغییر بیاید یا اینکه هویت‌های خود به طرف عرب گرایی بکشانن. ساعت العصری یک دانشمند مصری گفته بود من کلم اللغه العربیه فهو عرب. عرب کسی است که وابسته به عربی مسلمان بودن باشه. خوشبختانه نمی اندیشه فکر میکنه که به زودترین فرصت در جامعه عرب تهنشین میشه و اینا از همین هویت‌های وابسته به امریکا بیرون میشن. این دستاوردش خواهد بود از نظر من.